ما خود را در برابر عرب اگر فرهنگ خود را خوب دانیم هیچ وقت در برابر عرب خود را بیچاره احساس نمیکنیم. زیرا من دو مثال گیرم ببینید. یکم من همین امام بخاری، امام اسماعیل بخاری از همین بخارا تاجیکی 100%. بزرگترین کتابی مسلمانان را از انسان ها امام بخاری تدوین کرده است. ولی بعضی ها هم خیلی گپ برآمده است که میگن که بعد قرآن دوم کتاب مهم. قرآن که طبق اعتقاد مسلمان و از آسمان آمده، مؤلفش دیگه او حساب جدا، لیکن از همه کتابایی که انسان تدوین کرده است بزرگترین مهمترین کتابی که در مسلمان ها است امام بخاری آفریده است.